ساختن این انار یلدایی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکرش رو میکنید. اول خمیر انار رو خوب ورز میدیم تا بتونیم گردی بدون ترک درست کنیم. با دستامون خوب فشار میدیم. بعد که درست شد گردی رو به شکل اشک فرم میدیم. سر اشک رو به سمت بالا با دستامون فشار میدیم تا بتونیم گل انار رو شکل بدیم. حالا ته انار رو با دستامون فرم میدیم تا همونجا که به شاخه نصب بشه فرمش تشکیل بشه. برای درست کردن گل انار سر اشک رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و بعد اون 2 قسمت رو به هر کدوم به 3 قسمت تقسیم میکنیم و گل انار شکل میگیره. حالا با دستامون حالت میدیم و با ابزار گل انار رو گلبرگاش رو باز میکنیم و فرم میدیم. حالا خواستیم نوکش تیز باشن با دستامون با حالت نوک تیز فرم میدیم. این انار ما درست شد. حالا ادامه آموزش رو تو پست بعدی میبینید.